جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. شکرگزار باش. به آنچه خداوند بهر تو عطا کرده است راضی باش و به خاطر نداشتن امکانات و دارایی مادی غم مخور، آنگاه توانترین مردم خواهی بود. باید به جسم و مال و فرزند و مسکن و استعدادی که خداوند بهر تو عطا کرده است قانع و راضی باشی و این مطابق قرآن می گردد، چنانه که خداوند می فرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، پس آنچه به تو عطا نمودم بردار و از شکرگزاران باش. سوره اعراف آیه 144. و در آیت دیگر می فرماید: اگر مرا شکر گویید بر نعمت شما می افزایم. سوره ابراهیم آیه 7. پس برادر و خواهر عزیزم، شکر پروردگار را به جای بیاریم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.